جود بلینگام فقط 20 سالش، اما داره دنیای فوتبال به زانو در میاره. از بیرمنگام تا سانتیاگو برنابئو این بچه معجزه‌ایه که به هیچ حد و مرزی راضی نیست. هنوز جوهر قراردادش با رئال خوش نشده بود که هوادارا بهش میگفتن منجی. هر بازیش یه فیلم سینماییه، گلای تاریخی، پاسای استثنایی، یه اعتماد به نفسی داره که هر کسی رو به وجه میاره. البته عصبانیتش هم کمیته داوری رو زوم کرده روش و نزدیکه که یه خبرایی بشه. این داستان یه پسر معمولی نیست، این داستان یه پدیده است که فوتبال رو داره از نو تعریف میکنه. رفقا لایک و سابسکرایب یادتون نره و با فوتبال ژورنالی همراه باشید که این کاپیتان نوظهور و تازه نفس تو فوتبال امروز یه اسم و رسم حسابی و با همه دنیا دارن دنبالش میدوئن. جود ویکتور ویلیام بلینگام 29 ژوئن 2003 تو انگلستان به دنیا آمد. بچگیش پر از فوتبال بود. تو 7 سالگی رفت آکادمی بیرمنگام و اونجا استعدادش فوران کرد. 9 سال بعد با 16 سال و 63 روز سن رکورد جوانترین گلزن تاریخ باشگاه رو برای بزرگسالان اونجا شکست. بعدش تو سال 2020 با پیشنهادهای سنگینی از تیمایی مثل منچستر یونایتد و آرسنال مواجه شد، ولی گفت نه بابا، میرم دورتموند. تو دورتموند بلینگام ترکوند، رهبر تیم شد و انقدر خوب تیمو برد جلو که یک کاپ قهرمانی جام حذفی گرفت و حتی به عنوان بهترین بازیکن فصل 2023 بوندسلیگا انتخاب شد. تازه تو 19 سالگی جوانترین کاپیتان تاریخ لیگ هم شد. سال 2023 رئال مادرید با 103 میلیون یورو این ستاره رو خرید. از همون هفته اول بلینگام با گل‌ها و نمایش‌های حیرت انگیزش همه رو دیوونه کرده. تو اولین فصل حضورش سریع 14 تا گل توی 16 تا بازی زده، شد محبوب هوادارا. جالبه بدونید با این سن کمش تو فیفا پرو تیم منتخب سالم کاندید شده. البته بیلینگام تو جام جهانی قطر 2022 خوش درخشید. اولین گل انگلیس مقابل کشور عزیزمون ایران رو زد و کلی چشما رو خیره کرد به خودش. اون از همون بچگیش تو تیمای ملی پایه انگلیس حضور داشته و حالا یکی از ستاره های کلیدی تیم بزرگسالانشونه. جایزه گلدن بوی و کاپا تروفی 2023 رو هم تو کارنامه افتخارات شخصی و فردیش جا داده. البته این پسر با اینکه تو زمین مثل یه هیولا عمل میکنه، تو زندگی شخصیش یه شخصیت آروم داره و کمی هم درونگراست. از بازی‌های ویدیویی و تنیس و شنا لذت میبره و عاشق غذای مامانشه، نه رستورانای بیرون. هنوز مجرد مونده چون خانواده‌اش میگن فعلا فوتبالو بچسب، هنوز برات زود دهنت بوشیر میده. ولی شایعه شده که با یه بلاگر در ارتباطه. ارزش داراییش هم حدود 40 میلیون دلاره که واقعا برای همه رقم خوبیه. رنگ مورد علاقه‌ش هم سبز و آبیه. چیزی که بیلینگامو خاص میکنه اینه که تو سن 20 سالگی رهبر یه تیم مثل رئال باشه. نیاز به چیزی بیشتر از استعداد نداره. بیلینگام تو زمین بازی یه نابغه است. حفظ توپ، پاسای عمیق، دوندگی بیپایان، قدرت رهبری، همینا باعث شدن که امروز همه ازش به عنوان یکی از آینده دارترین بازیکنهای دنیا یاد کنن. 21 سپتامبر 2024 جود بلینگام ستاره درخشان رئال مادرید تو بازی مقابل اسپانیول حسابی جنجال بپا کرد. تو این بازی که 4-1 به نفع رئال شده، ایشون حسابی خودنمایی کردن.
از تصمیمای داور بازی خوزه لوئیس مونوئرا به شدت عصبانی شد و بعد از گرفتن کارت زرد حرفای تند و تیزی به زبان آورد که از چشم دوربینا دور نموند. اونا اونو واضح نشون دادن که بیلینگام تو اوج عصبانیت داور رو خطاب قرار داده و گفته تو یه تیکه کثافتی. البته با اینکه این حرفا کلی سر و صدا به پا کرده، کمیته انضباطی فوتبال اسپانیا بیلینگامو مجازات نکرده، چون طبق قوانین اظهاراتی که تو جریان بازی گفته بشه و به صورت رسمی مثلا تو مسابقه یا گزارش داور ثبت نشه معمولا از نظر انضباطی پیگیری نمیشن. به خاطر همینم از اونجایی که داور این حرفا رو نشنیده گرفته و تو گزارشش چیزی ننوشته، این پرونده به سادگی بسته شده. البته همونجوری که میدونی رفتار و عصبانیت بازیکنای بزرگ تو لحظات حساس بازی همیشه مورد توجه رسانه ها بوده و هست، اما بیلینگام معمولا یه بازیکن آروم و متمرکزه. اما این بار انگار فشار بازی اونقدر روش بالا بوده که باعث شده چنین واکنشی نشون بده و کل داورا رو روی خودش متمرکزتر کنه. این کاپیتان جوان و بی‌حاشیه چند تا لقب باحال هم داره که چند تاشو الان بهتون میگم. یکیش فرعون فوتباله، این یکی از لقباشه چون توی زمین مثل یه پادشاه میتازه. تسلط و اعتماد به نفسی که داره آدمو یاد فرمانرواهای بزرگ میندازه. یودینیو خیلی از هوادارا این لقب رو به شوخی بهش میدن، یه جورایی ترکیب اسمش با رونالدینیو میشه چون توی زمین مثل اون بازی میکنه و حسابی تو چشم میاد. البته اون مهمونی و شیرین بازی رونالدینیو رو نداره. پرنس بیرمنگام وقتی تو بیرمنگام بود این لقب رو بهش دادن چون تو اون دوران خیلی توی تیم تاثیرگذار بود و خیلی زود به یه ستاره تبدیل شد. قلب تپنده زمین، این لقب هم به خاطر اینه که توی خط میانی همه کار است، هم دفاع میکنه، هم حمله میکنه، هم همه جا حضور داره و تیمو جلو میبره. انگار زمین فوتبال قلب داره که به جود همون قلب است. بالاخره آخرین لقب باحالش سگ جنگجوی انگلیسیه، هم که اینجا خیلی بهش میاد. یعنی هیچ وقت از هیچ چالشی نمیترسه، همیشه جنگنده است و تا آخرین دقیقه از هیچ توپ و موقعیتی نمیگذره و اون روحیه جنگجویانه و قدرت بدنیش باعث میشه هیچ وقت تسلیم نشه. خب رفقا، امیدوارم لذت برده باشید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب و برای انرژی دادن به ما حتما بذارید تا هیچ کدوم از ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید، چون که میخوایم یه سرکی بکشیم تو زندگی بقیه بازیکن رو ببینیم اونجاها چه خبره. نظرات و سوالاتتون رو هم حتما زیر همین ویدیو بنویسید. حتما هم بگید دوست دارید نفر بعدی کدوم بازیکن باشه. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.